سلام خدمت دوستان عزیز. در این قسمت از ویدیو نحوه حرکت دادن متن در LCD کاراکتری رو با مثالی که داریم می‌بینین کار کردیم خدمتتون عرض می‌کنیم. نحوه ارتباط قطعات به این صورتی که کد آپلود شده بر روی آردوینو توسط شبکه I2C به LCD کاراکتری انتقال داده میشه. البته میشه LCD رو بدون رابط I2C هم به آردوینو متصل کرد که ما برای جلوگیری از پیچیدگی سیم بندی از رابط I2C استفاده کردیم. قطعات استفاده شده برای این پروژه شامل صفحه بردبورد، برد آردوینو اومگا، LCD کاراکتری 16:2، رابط I2C، کابل USB 2 برای پروگرام کردن آردوینو اومگا و سیم‌های رابط. شماتیک اتصالات رو می‌بینید. قسمت ارتباط رابط I2C به LCD رو توسط صفحه بردبورد یا لحیم کاری میتونید انجام بدید. برد آردوینو رو با استفاده از کابل USB 2 به کامپیوتر وصل میکنیم. برنامه آردوینو رو باز میکنیم. شما میتونید کدی که قراره در این پروژه نوشته بشه رو از کانال تلگرامی ما دریافت کنین که آدرسش در دیسکریپشن ویدیو هست. با ادامه ویدیو همراه باشید برای توضیح خط به خط برنامه‌ای که برای این پروژه مینویسیم. این قسمت کتابخانه مورد نیاز برای رابط I2C هست. تعریف LCD مون هست برای آردوینو. با این سطر مشخص میکنیم که LCD مون شامل چند سطر و چند ستون هست. همچنین شامل آدرس شبکه I2C هست که 27 نوشتیم. در این خط LCD شروع به کار میکنه، نور پس زمین روشن میشه و یک بار به طور کامل LCD رو پاک میکنه. اینجا میخوایم عبارت welcome to را از سمت چپ به راست حرکت بدیم. برای این کار از یک حلقه فور استفاده کردیم و چون قرار نوشتمون از سمت چپ به راست شروع بشه از ستون 16 شروع میکنیم. پس یک متغیر رو به اسم x تعریف کردیم با مقدار اولیه 16. در هر دور از اجرای حلقه فور مقدار سطر نوشته از روی متغیر x تعیین می شود و همچنین در هر دور یک عدد از مقدار سطر یا همون x کم میشه تا متن به سمت چپ حرکت کنه. با اجرای این سطر نیز در هر دور یک بار LCD پاک میشه. در این حلقه فور مثل دفعه قبل برنامه انجام میشه، با این تفاوت که عبارت متن و سطر متن متفاوته و همچنین عبارت ویلکام تو به صورت ثابت در مختصات خودش قرار داره ولی عبارت تاینی کرافت متحرکه. در این خط هم عبارت‌های ویلکام تو و تاینی کرافت در مختصات ثابتی قرار گرفتن. در آخر این خط یک تأخیر 1 ثانیه‌ای داریم.
بعد از اجرای خط قبلی دوباره برنامه وارد یک حلقه فور دیگر میشه. این حلقه فور برای چشمک زدن صفحه نمایش نوشته شده که صفحه نمایش 4 بار چشمک میزنه. بعد از چشمک زدن صفحه نمایش، متن به صورت ثابت در مختصات تعیین شدهش نمایش داده میشه. برای تکمیل کدمون باید حلقه لوپمون رو بنویسیم. اگرچه فعلا در این پروژهمون نیازی به نوشتن کد در این قسمتمون نداشتیم. نوشتن کد تموم شد و بریم برای آپلود برنامه در بورد آردوینو. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. برای حمایت از ما لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنین و ویدیو ما رو لایک کنین. تا ویدیوی بعدی، بدرود.